برای تشریح فشار هوا، فعالیت اول را که من در نظر گرفتم، وسایلی را که ما ضرورت داریم: یک عدد بوتل پلاستیکی با حجم 1 لیتر یا کمتر، یک دانه پوکانه، لایتر، شمع و یک تا چاقو. روش کار چه قسم است؟ اول از دانش آموزایتان بپرسید که آیا امکان داره یک پوکانه را در داخل یک بوتل باد کنیم؟ نظر آنها را گرفته فعالیت ادامه میدیم و در آخر نتیجه گیری میکنیم که آیا امکان داره یا نه. من میگیرم پوکانه را به صورت برعکس در داخل بوتل جای به جای میسازم. پش میکنم پوکانه را در داخل بوتل باد کنم. آیا امکان داره یا نه؟ یک بوتلی که به جز هوا چیز دیگر در داخل از او وجود نداشت. شما میبینید که باد کردن پوکانه در داخل یک بوتل که کاملا ثابت است امکان نداره. چرا؟ دلیلش چیست؟ مطمئناً که موجودیت هواست در داخل بوتل که باعث از این میشه که پوکانه باد نشه. زمانی که ما کوشش میکنیم پوکانه را باد کنیم، هوای داخل بوتل بالای جدار پوکانه فشار وارد میکنه و از باد شدن پوکانه جلوگیری میکنه. اما اگر هوای داخل بوتل تخلیه کنیم، دوباره کوشش کنیم، آیا پوکانه باد میشه؟ من یک بوتل مشابه را با عین ساختار، اما این بار در قسمت تای بوتل یک سوراخ ایجاد کردم با استفاده از یک چاقو یا قیچی. کوشش میکنیم که این بار پوکانه را باد کنیم. ببینیم پوکانه باد میشه یا نه. شما میبینید که پوکانه بیشتر باد شد. اما چطور؟ هوایی که داخل بوتل قرار داشت با باد کردن پوکانه از سوراخ که اینجا ایجاد شده خارج شد. به خاطر خروج هوا را دیده بتانیم که هوا از بوتل تخلیه شد، از یک شمع استفاده میکنیم. ما شمع روشن ساختیم، عملیات دوباره تکرار میکنم به خاطر از یک خارج شدن هوا یا تخلیه شدن هوا را از بوتل ببینیم. قسمت سوراخ شده بوتل نزدیک شمع قرار بدیم، خروج هوا کاملا واضح مشاهده شود. شما میبینید که با خارج شدن هوا از داخل بوتل شمع خاموش شد و همچنین پوکانه تا یک حد بیشتر باد شد. این بر ما این نتیجه را میرسانه که تا زمانی که بوتل کاملا ثابت است، کدام سوراخ درش وجود نداره، تنها هوا در داخل بوتل قرار داره، پوکانه داخل بوتل اجازه باد شدن نداره، چون هوا بالای پوکانه فشار وارد میکنه و نمیگذاره که پوکانه باد شود. هرگاه هوای داخل بوتل تخلیه بسازیم، دوباره کوشش کنیم، این بار پوکانه باد میشه، چون هوا خارج شد، فشاری که پیشتر وجود داشت و وجود نداره. این بر ما اجازه میده که پوکانه را بیشتر باد کنیم. این یک فعالیتی که برای نشان دادن فشار هوا و همچنین موجودیت هوا میتونیم ما ازش استفاده کنیم.